در تاریخ روز 27-28 آگوست سال جاری در اکثریت شهر نوحه‌های جمهوری تاجیکستان از جمله ناحیه ورزاب در حدود بعضی جماعت‌های شهرک و دهات از جمله در همین موضع 21 کیلومتر آفت طبیعی سیل کلان به میان آمد. در نتیجه شهرهای دوشنبه خوجند بستش گردید. با کوشش و زحمت‌های به واسطه رهبرت مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه ورزاب، کمیته حالت‌های فوق‌العاده جمهوری تاجیکستان و شرکت ایرس با استفاده از واسطه و تکنیک‌ها شهرهای دوشنبه خوجند شده شده خود همان شب راه به حالت اول برگردانده شد. در این قسمت در این موضع با کمک کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی ناحیه ورزاب کارهای برطرف کنی ادامه دارند. من ستاروف طالب جان آموزگار مؤسسه رقم 46 ناحیه ورزابی دهه شاداب میباشم. آن حادثه طبیعی که شب 26 و 27 در قران‌روی کشورمان از جمله در ناحیه ورزاب برگزار گشته. البته به واسطه با دستگیری مقامات اجرایی محلی حکومت ناحیه ورزاب از جمله جامعه دهات، ساکنان محله زیاده از 300 نفر پدر مادرها، آموزگارها، خواننده‌ها سرجمعانه توسط تکنیک‌ها امروز این آفت طبیعی را برطرف کرده شدند. در دهه شیخک 31 خوجگی ضرری دست که از آن یک خانه‌اش به پورگی از بین رفتگی است. تلفات جانی به قید گرفته نشده است. دیگر خانه‌ها باشد در ورود خانه‌های اینا ریگ در آمدگی است. دیوال‌های مردم و بیناهای رسم بسیار ضرر دیده هستند. خوشبختانه یگان تلفات جانی به قید گرفته نشده است. در وقت آمدن سیل با مردم کاربریش تمام مردم از رای آفت‌زده برآورده شد. در دهه بوک جماعت دهاتی به نام صدر نعیمی ناحیه ورزاب قرار داریم و مردم معلوم است که در تاریخ روز 27 و شب 28 ماه آگوست 2023 در واردن بارشات زیاد آب دریاها زیاد گشته با محل خانه‌های اولنشین در آمده ضررهای جدی رسانده است که در نتیجه در جماعت دهاتی صدر نعیمی 130 خوجگی ضرری دست که از طرف مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ورزاب اینچنین از طرف کمیته حالت‌های فوق‌العاده و از طرف کارمندان جماعت دهاتی به نام صدر نعیمی اینچنین رئیسان شورای محله‌ها از تجمعانه سیتا تشکیل کرده شده کارهای آبادانی و برطرف‌سازی ادامه دارد و اینچنین امروز ما در دهه بوک قرار داریم که از کندن از طرف ورشات زیاد آمدن کارهای آبگذر دهه‌های محله‌های دیودره چشمه سده خرنگان میانه شیخک کنده شدن از طرف مردم محلی چنین از در کمک هستند و دستگیری کرده ایستادند و ما هم کوشش میکنیم که هرچی تیزتر و زودتر همه این کمبودی رو برطرف نماییم. بریم رجب دیدم. نه چاله شد.